وارد تهران که میشه میگه من چی رو درست کنم؟ جزام، تراخوم، بهداشت نداشتیم، شرف نداشتیم، آبرو نداشتیم، حیثیت نداشتیم، ما هیچی نداشتیم. یک مش جانور به اسم ملت. ما قیافه همون عین جک و جونور بود، دروغ نمیگم، عکساش هست در اواخر دوران اون بی پدر و مادر ولگرد، احمد ولگرد. احمد ولگرد رفت گفت من لبو فروشی رو به پادشاهی در ایران ترجیح میدم، چون دید نمیتونه جمع جور کنه. چی رو جمع جور کنه؟ تا خرخره دولت به روسیه و انگلیس محفوظ بود. فقر، فلاکت، بیماری، بدبختی، فحشا، دزدی، اعتیاد، راهزنی، میرزا کوچکخان انگلی از اون طرف، شیخ خزعل از اون طرف، اون یکی از اون طرف، اون یکی از اون طرف. یکی میگفت من والی فارسم، اون یکی میگفت من گردن کلفت قوچانم، اون یکی میگفت من بزنم تو کاشون، اون یکی میگفت من عربده کشم تو بلوچستان، اون میگفت کردستان مال منه، اون یکی میگفت لرستان مال. هیچی نبود. تمبر ما رو روش مینوشت تو تمبر ما، تمبر پستی مینوشتن ممالک محروسه ایران. خب برید بخونید یعنی چی. ما هیچی نداشتیم. پدر بزرگ این مرد اومد بعد از 16 سال به ما ملت ایران شرف داد، آبرو داد، بهداشت داد، بیمارستان داد، دانشگاه، رادیو، پست و تلگراف و از این تلفن‌های قرقرقری دیگه، ارتباطات، راه آهن. کاری در ایران کرد بیسمارک در آلمان نکرد. من با سند حرف میزنم. کاری برای ملت ایران کرد پدر ترک‌ها کمال آتاتورک، کمال پاشا برای ترک‌ها نکرد. کاری که رضا شاه بزرگ کرد گاندی برای انگلیس، برای هندی‌ها نکرد. کاری که رضا شاه بزرگ برای ایران کرد هیچ رهبری در دنیا برای کشورش نکرد. حتی جورج واشنگتن برای ملتش نکرد. پس از 16 سال خدمات شایان بی‌بدیل، نمیدونم چی بگم. تاریخ کم آورد، تاریخ لغت کم آورد راجع به رضا شاه بزرگ چی بگه. تاریخ غلط میکنه. حتی همین تاریخ خودمون که خودمون می‌نویسیم، عشق می‌کنیم، خودمون داریم می‌نویسیم، خودمونم غلط می‌کنیم راجعش می‌نویسیم، چون هنوز نتونستیم بنویسیم رضا شاه چه کرد برای ایران. لقب بزرگم کمشه. به شرافت بشری سوگند. واقعا بخواید بگیم خدا لقب رضا شاه بزرگ بود. خدا بود. خدا اومد تو ایران ظهور کرد. اونی که میگن موسی رفته اون بالا چیزو دیده، یحیی که اونو دیده، اون خدا رو دیده. خب اون رضا شاه اومد تو ایران، ما دیدیمش. رضا شاه خدا بود برای ملت ایران. تموم بود. ایران حداکثر در 2 سال دیرتر اگه رضا شاه بزرگ نمی اومد هیچی دیگه نبود. ما نبودیم. ما اینجا نبودیم. هیچ ایرانی رو کره زمین نبود. نصفمون شده بودیم افغانی، نصف شده بودیم پاکستانی، نصف شده بودیم عرب، نصف شده بودیم ترک، نصف شده بودیم روس، نصف شده بودیم ارمنی، نصف شده بودیم اونور خزری، نصف شده بودیم کاسپیانی، نصف شده بودیم اصلا در بود. هیچی نبود اسم ایران.